ماریا زخارова نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه 3 نوامبر در نشست خبریش از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان دعوت کرد که از برانگیختن نزاع نو در افغانستان خودداری کرده راهی را بجوید که به سوی مصالحه و صلح و ثبات در آن کشور جنگ زده و منطقه اطراف آن میبرند. زخارova در اول حمله های اخیر تروریستی داعش در بیمارستان کابل را که دهها کشته و زخمی به جا گذاشت محکوم کرد. او همچنین جنبش تندرو در روسیه ممنوع طالبان را به گونه دیپلماتی حکومت موقتی افغانستان نام برده از آن برای تلاش‌هایش جهت تامین امنیت و برای ماندن زندگی آسایش‌تر توصیف کرد. نماینده وزارت خارجه روسیه در این ارتباط از جمله از تسلیم شدن 60 جنگجوی داعش به طالبان در ولایت ننگرهار، تعیین پرزیدنت اکادمی علم‌های افغانستان مثال آورد. تلاش‌های روی دست گرفته حکومت موقتی افغانستان برای تامین امنیت و برای ماندن زندگی آسایش‌تر عادی قابل تذکرند، تاکید کرد زخارova. او همچنین گفت که در مسکو به خبرهای نشر شده درباره اظهار آمادگی جبهه مقاومت ملی افغانستان و به اینکه طبق خبرها رهبر این جبهه ضد طالبان احمد مسعود در تاجیکستان است نیز توجه نشان می‌دهند. به عقیده ما در مرحله کنونی به نیروهای مختلف قومی و سیاسی کشور لازم است که از عملیات برانگیزنده نزاع در افغانستان خودداری کنند و همچنین با مقصد برقرار کردن صلح و ثبات و امنیت ثابت در افغانستان و منطقه اطراف آن راه‌های همدیگر فهمی و مصالحه ملی را بجویند. اظهار داشت سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه این بار اول است که مسکو با چنین یک لمح جبهه ضد رژیم طالبان را به دست کشیدن از مبارزه دعوت می‌کند. تا کنون مقامات روسیه کوشش می‌کردند تا از بیان یک موقع مشخص در این مسئله حساس خودداری کنند یا یگان نظر مبهم بدهند. محور جبهه مقاومت ملی را تاجیکان افغانستان تشکیل می‌دهند. رهبر این جبهه احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان است. به فرق از دیگر کشورهای منطقه و بازیگران بزرگ بین المللی، تاجیکستان از اول نسبت به طالبان موقع شدید گرفت و با پشتیبانی آشکارا از جبهه مقاومت ملی و رهبرش احمد مسعود به تکرار گفته است حکومت نو در کابل را اگر در هم به نمایندگان اقلیت‌های قومی افغانستان بخصوص به تاجیکان آن کشور جایگاه شایسته داده نشود اعتراف نخواهند کرد.